مرکز 42 الا سر 79 ایران 30 کنار مثبت مرکز تیراندازی داشتی لاستی حقایش مورد اصابت گلوله قرار گرفت میدان شوش به سمت قیام باید کمکی ازم بفرما لاستیکش مورد اصابت گلوله قرار گرفت هم جلو هم عقب عدم توجه و اختار ایست پلیس سرعت بسیار بالا به سمت امیر حضور چهارراه سرچشمه هیچ گونه توجه به اختار ایست پلیس هم نداره میدون توپخونه 3 تا لاستیکش مورد اصابت گلوله قرار گرفته 2 تا جلوی عقب باکش هم مورد اصابت گلوله قرار گرفته مرکز آقای برای سمتران توقف کن آقای برای وقت داره میگیره واسه فرادش من واسه تو راننده فقط آقای راننده بیست آقا آقای راننده اختار آخر رو سمتران توقف کن آقا به سمت باید داره چه بگی شما وایسا اوضاع تحت کنترله ولی باید کمکی ازم بفرمایید طرح مهار بزنی ممنون میشم تحت جلوگیری از هر گونه خطرها احتمالی برای شهروندان سارای خودرو مسئول تراژ دستگیر شد خودرو سابقه سرقت داره از کرج